داداجان عطاالله، من خودم زاده بدخشان هستم. من توجیکم از ختمانم و وقتی که من آینه نیلگون رو ماندم آواز شما را شنیدم با واسطه تلویزیون کابلیوس نفرتم آمد. نخواستم آواز مردی که نامردانه عمل میکنم شنوم. برای همین غرور آمد. من گفته ایستادم شما را که بس است، ما نه آزاد شدیم. 21 سال باز ما آزادانه رفتار که ایستادیم، فعالیت که ایستادیم، کار که ایستادیم، آزادانه زندگانی کرده ایستادیم. بس از اون افغانبری ها، اون کارهایی که شما به ما خبر رسانده ایستادیم. ما نه پدر داشتیم، ما پدر داریم، صاحب داریم و شما هیچ کار کردن نمیتونید. شما به نفع همه ما رسیده ایستادید، نه برابری ما، به همه ما رسیده ایستادید. چون که در اویله وقتی که پدر من گفتید علم من میوید، غرور من میوید. شما خیال نکردید که شما گفتید فقط به یک برابر ما جناب ما رسید، به همه ما رسید.